هموطنان عزیز، همه شما را به مناسبت ماه شریف رمضان که فردا فرا می رسد صمیمانه تبریک گفته به هر خاندان کشور فیض و برکت، روزگار آباد و آسوده و صلح و آرامی آرزو می نمایم. ماه رمضان انسان را به صبر و تحمل، قناعت و پرهیزکاری، رحم و شفقت و نیکی و نکوکاری هدایت کرده ایمان او را کامل، اراده‌اش را قوی و ظاهر و باطنش را پاک می‌گرداند. در این ماه مبارک برابر بجا آوردن فریضه و سنت‌های دینی، اجرای عمل‌های صالح از جمله خیر و احسان و دستگیری و نوازش یتیمان و معیوبان و کمبیزادها و محتاجان از صفتهای شایسته و بشردوستانه هر یک مسلمان ثوابجو می باشد. باور دارم که نه تنها صاحبکاران و تاجران بلکه هر یک انسان خیرخواه و همت بلند در این ماه شریف اقدام و اعمال نیک و پسندیده خود را گسترش می بخشد و با سخاوت و جوانمردی نمونه عبرت نشان داده صاحب ثواب زیاد می گردد. با استفاده از فرصت باز یک مسئله مهم را تاکید می نمایم. ماه رمضان امساله به دوره آغاز کشت و کار بهاری راست آمد. یعنی ما باید هر روز مساعد بهار را ثمرناک استفاده کرده کشت زراعت ها و دیگر کارهای کشاورزی را وسعت بخشید. در شرایط امروزه تمام کشاورزان و هر یک عائله باید به استفاده عاقلانه و ثمرناک زمین از جمله زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی در زمین‌های آبی حتما برآمدن کشت تکراری که منفعت و ثمرناکی این عمل سالهای آخر در فراوانی بازار استعمالی روشن دیده می شود دقتی اولی درجه دهیم. ما برای افزایش دادن استحصال محصولات کشاورزی تمام امکانیت‌های ضروری آب و زمین، تجربه، دهقانان اصیل و مردم زحمتکار داریم. ضرور است که از این امکانیت‌ها درست و عاقلانه استفاده بریم تا اینکه یک وجب زمین خالی نماند و برای رویانیدن حاصل استفاده کرده شود. خاطر نشان می نمایم که این طلب زمانه و تقاضای روز می باشد. ما باید هر روز بهار را غنیمت دانسته کشت زراعت ها را سری وقت انجام دهیم، برای حاصل فراوان زمینه گذاریم و مسئله ذخیره 2 ساله مواد غذایی را در هر یک عائله که مردم منفعت آن را سالهای آخر بخصوص در 2 سال وزنین پهنشوی بیماری سرایت کرونا ویروس دیدند فراموش نکنیم. ما الکه امروز باید در فکر آن باشیم که فرزندان و اهل خاندان ما و عموماً ساکنان کشور با مشکلی دچار نگردند و از کمچینی مواد غذایی یا بالاروی نرخ آن خصوصاً در موسم تیرما و زمستان در پیش ایستاده اذیت و محتاجی نکشند. ما باید چی در ماه رمضان و چی در ماه‌های دیگر صافدلانه و اهلانه زحمت کشیم به خاطر آسایش فرزندان، اهل عائله خود
هر یک خاندان مملکت و حفظ امنیت آزقواری کشور هرچی بیشتر محصولات استحصال نماییم. برای هموطنانمان جایهای نوی کاری تأسیس دهیم و کارهای آبادانی و سازندگی را طبق هدفهای معین کرده امان بیش از پیش گسترش و وسعت بخشیم. امروزها تمام جامعه بشری را علاوه به مشکلات وابسته به تغییریابی اقلیم، پیامدهای منفی آن، بیماری سرایت کووید 19، کمچین گردیدن آزقواری و بالاروی نرخ‌ها، اوضاع بسیار ناآرام و بی‌ثبات بعضی منطقه و کشورهای سیاره سخت به تشویش آورده است. حالت بمیان آمده به وضعیت اقتصادی و اجتماعی قریب همه دولت‌های جهان از جمله تاجیکستان ما تأثیر جدی رسانیده ایستاده است. طبق تحلیل‌ها انسانیت امروزها در دوره حساسترین و دشوارترین تاریخی بیش از 100 ساله خود قرار دارد. موافق خلاصه کارشناسان، عاقبت‌های این دوره نهایت حساس بحران پیشگویی نشونده و دراز مدت می باشد. خصوصاً سال جاری برای اهل بشر از هر جهت و پیش از همه از لحاظ تأمینات با آزقواری سال وزنی‌ترین و دشوارترین می گردد. در چنین شرایط ما را ضرور است که از هر وقت دیده متحد و سرجم باشیم. در لحظه های دشوار همدیگر را دستگیری کنیم، با تعلقه و واهمه نافتیم، صرفه و سرشته کار و هوشیار و احتیاطکار باشیم. ارزش های انسان دوستانه و وحدت سازی فرهنگ ملی و دینیمان را با منفعت آرامی جامعه و ثبات وطن عزیزمان درست و هدفمندانه استفاده بریم. در زمانی که وضعیت سیاسی و نظامی و اقتصادی و اجتماعی جهان نهایت متشنج و بحرانی و مرکب و خطرزا گردیده، مسئله استقلال و آزادی کشورهای علیحده و ساخت دولتداری آنها را تحت سوال جدی قرار داده است. هر یکی ما را وادار می سازد که اتحاد و سرجمی ملت و امنیت دولت و جامعه را باز هم تحکیم بخشیم. ما وظیفه داریم که برای حمایه نعمت بی‌بهای زندگی امان، استقلال دولتی و دستاوردهای آن، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی همیشه آماده باشد. حکومت مملکت با مقصد حمایه اقتصادیات و ساکنان کشور از تأثیر وضع بمیان آمده با استفاده از ذخیره و امکانات‌های موجوده تمام تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. به هموطنان عزیز مراجعت کرده باز یک نکته مهم دیگر را خاطر نشان می سازم که در روند انجام دادن فریضه های دینی ما باید با آداب مسجد روی نیز دقت دهیم. مسجد جای طاعت عبادت و مکان تربیت روحی و معنوی مردم مسلمان است. خداوند در سوره جمعه قرآن مجید دایر به آداب مسجد چنین می‌فرماید: و چون نماز پایان یافت از پی رزق و روزی در زمین پراکنده شوید و رزق خدا را طلب کنید.
از این برمیآید که چون نماز خوانده شود مسلمانان باید برای به دست آوردن رزق و روزی اهل خاندان خود از پی زحمت و کار شوند. دیگر نقطه مهم خودداری کردن از ظاهر پرستی و اسرافکاری و آراستن دسترخوان سرخرج و نمایشکارانه هنگام برگزار نمودن همه گونه مراسم و معرکه و مخصوصاً در دوام ماه شریف رمضان می باشد. ما 15 سال پیش محض به خاطر به تنظیم در آوردن عنعنه و مراسم و رسم و آیین‌های ملی اولین قانون ملی را قبول نمودیم. روند تطبیق قانون ملی و نتیجه آن ثابت ساختند که این اقدام ما درست و سری وقتی و با منفعت مردم می باشد. زیرا به شرافت قانون مذکور مراسم و عنعنه ها و رسم و آیین‌های دینی و ملی ما از عنصرهای افراطی و خرافاتی آزاد گردیده سطح و صفت زندگی اهالی به طور نظررس بهتر شد. هموطنان عزیز ما باید موافق اوضاع عمومی طور مرکب و مشکل شده ساده زمانه عمل کرده. هرگز به ظاهر پرستی و اسرافکاری علاخصوص به اسراف نان راه ندهند. ما نباید مشکلات و عذابی را که مردممان در سالهای جنگ تحمیلی شهروندی بنابر کمچین گردیدن نان کشیده بودند فراموش کنیم. در رابطه با این بار دیگر تاکید می سازم که هر یک عائله در فکر تأمینات خاندان خود هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات و برای 2 سال ذخیره نمودن مواد ضروری غذایی باشد. باور دارم که ماه شریف رمضان برای مردم سربلند و زحمتکاران کشور صاحب اختیارمان ایام تکمیل اخلاق و فضیلت‌های نیک انسانی، دوره فعالیت سازنده به خاطر پیشرفت دولت، آبادی وطن، آسایش هر یک خاندان، تحکیم باز هم بیشتری صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در سرزمین باستانی تاجیکان می گردد. بار دیگر فرارسیدن ماه شریف رمضان را به کل مردم شریف تاجیکستان تبریک گفته به هر یک خاندان کشور تندرستی، رزق و روزی فراوان و ایمان کامل آرزو می نمایم. فرارسی ماه شریف رمضان مبارک باشد هموطنان عزیز.